سلام و درود، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. امروز اومدیم با هم دوتا از جاهای پر لوت رد 3 رو با هم دیگه لوت بزنیم و لوتاشون رو با هم مقایسه کنیم. پس حتما لایک و ساب رو بزنید و یه کامنت خوشگلم بذارید که بریم سراغ ویدیو که ویدیو خیلی خفنیه. اولین جایی که میخوایم با هم بریم درجه کوهستانه که کلا به حیوان و گرگش و نمیدونم زوفاش معروفه که زیاد لوت آنچنان خاصی نداشت. یعنی من اینجا میام فقط به خاطر زوفاش و این که میبینید من از رد 3 بیشتر میذارم. خودم رد 4م ولی ویدیوم اکثرا از رد 3 به خاطر اینه که من هنوز مواد لازم و لوت‌های لازم برای رفتن به رد 4 رو ندارم. یعنی هنوز عملا تو رد 3 موندم. نه روحیه‌شو دارم، نه تفنگ درست حسابیشو دارم، نه هیلشو دارم ولی خب مصرف هیلم خیلی زیاده من و به خاطر همین زیاد رد 4 نمیرم. اکثرا هم که بخوام برم رد 4 فقط به خاطر پوستش و فیله ها و اون یه چند تا دونه بابون آلمانی که گیرم میاد. یعنی فقط به خاطر اینا من پا میشم میرم، یا اگه نیاز داشته باشم به خاطر مثلا ترهاشو یا چوبشو سنگشو، کلا اگه نیاز داشته باشم میرم. یعنی همینجوری نیستش که من برم سرام بندازم پایین برم لوت بزنم. برای رد 3 اینجوریه که مثلا من همینجوری تفنگ برمیدارم میرم آقا بریم یه لوتی بزنیم برای خودمون دیگه. ولی تو رد 4 نه، باید من بشینم مثلا براش یک ساعت حساب کتاب کنم اینو ببرم من میتونم اونجا رد کنم یا نه، اینو میبرم بتونم اونجا رو نمیدونم بزنم یا نه، چون روحیه کافی هم ندارم و عملا هر چی برم اونجا بهم همه چی حمله میکنه. گرگش حمله میکنه، سیاگوشش حمله میکنه، چه برسه به چیزای بالاتر. و من برای اینکه برم رد 4 رو یکم راحت تر لوت بزنم نیاز به طرح تفنگ چرخنده دارم. شاید الان با خودتون بگید که خب تو الان دوتا تفنگ چرخنده خونه داری، ولی اونا رد 1 سطح طرح 1 و کلا فکر کنم حدودا 860 دمیج میدن و به دردم زیاد نمیخورن. یعنی نمیصرفه که من اون همه وسایل بدم اینا رو دوباره تعمیرشون کنم. پس بهتره اینترفل رو فعلا بزنم تا طرح تفنگ چرخنده رو در بیارم، یه ذره ارتقاش بدم، شاید مکسش کنم و اون موقع میتونیم راحت تر بریم رد 4 رو لوت کنیم با هم دیگه. رده 3 کلا رده خیلی خوبیه و هم راحته، هم اکثرا بازیکنان که الان روحیه‌شون به هم ریخته حداقل روحیه‌شون به رده 3 میرسه. پس تا میتونید توی رده 3 بمونید و نگران اینم نباشید که لولتون لولتون میره بالا و شما هنوز رده 3 موندید. نه، از یه لولی به بعد مثلا لول 60 یا 65 برای رد 4 لول 60 یا 65 لولتون گفت میشه تا رد 4 رو باز نکنید لولتون ارتقا نمیخوره و همونجا میمونه. پس تو رد 3 بمونید و لوت‌های خوبی بزنید، چون تو رد 3 واقعا لوت‌های خوبی پیدا میشن. مخصوصا گل زوفا به دست بیارید که واقعا چیز شاهکاریه. یعنی گل زوفا یه دونه ماموریت داستانی هستش که کارگران راه آهن میفته کنار جنگل مرده و اونجا اگه مثلا چند تا تفنگ خوب بردارید و اینا میتونید جنگل مرده رو یه دونه مثلا یه دور باش لوت بزنید. کلا بین اون کارگران راه آهن و جنگل مرده 9 تا یا 8 تا کلا فاصله انرژیه، 8 تا کلا انرژی میخواد تا برید برگردید. اونجا میمونید هی میرید برمیگردید و لوت میزنید و اینجوری میتونید زوفاتون رو زیاد کنید. قبلا جنگل مرده ماهی هم میداد ولی تو آپدیت های جدید باید بری گلاب ماهیگیری بسازی. اول مهارتشو باید باز کنی و بری گلاب ماهیگیری بسازی و بری تو دریاچه های مختلف ماهی بگیری. توی یه چند ثانیه قبلم اگه دیدید من دارم کلا توی اینجا دارم من پنبه هم جمع میکنم به خاطر اینه که توی مسیر فصلی، یعنی مسیر فصلی رد 4 یه دونه ماموریت بودش که میگفت دانه های پنبه بده، دانه های پنبه به دست بیار و منم اینجا هرچی گشتم هرچی پنبه جمع کردم من دانه پنبه به من نداد و واقعا رکب خوردم. این همه من پنبه جمع کردم هیچ دانه پنبه‌ای به من نداد و واقعا سر این قلبم شکست. ولی خب مشکلی نیست و عیب نداره، مهم اینه که چند تا زوفا تونستیم گیر بیاریم و این چند روزم که دیدید من دارم دیر به دیر ویدیو میذارم به خاطر اینه که دارم یه لوت سنگین میزنم. حدوداً تا الان 800 تا بارهنگ جمع کردم و شبیه که بارهنگ بشه درد میخوره.
بارهنگو برمیداری، فکر کنم تو ویدیو قبلی هم گفتم، بارهنگو برمیدارم میبرم میدم تاجر رده 4. توی رده 4 یه تاجر هستش کنار اون اسکله قایق بخار، ببرم میدم اونجا و به ازای هر 3 تاش یه دونه گل زوفا میگیرم و خودتون حساب کنید که هر 3 تا بارهنگ چند تا میشه گل زوفا. یه دونه میشه ولی خب 800 تا بارهنگ چند تا گل زوفا میشه. اینم روش خوبی برای به دست آوردن گل زوفاه و من این فقط موقع‌های میرم دریاچه مه‌آلود بارهنگ جمع کنم که یه دونه تاجر یا هم قاچاقچیان بیفته دقیقاً بین دریاچه مه‌آلود و دریاچه جنگل، یعنی کلا بین دریاچه مه‌آلود و اون تاجره 8 تا یا 9 تا فاصله باشه و اینجوری من خیلی راحت میتونم برم هی بارهنگ جمع کنم، برم اونجا برگردم اون دریاچه مه‌آلود دوباره ریست بشه و دوباره برم بارهنگ لوت بزنم و همین چرخه رو هی ادامه بدم تا اینکه برسم به همون 800 تا یا حتی بیشتر از اون 800 تا. این 2 تا تفنگی هم که من آوردم میشه گفت تقریبا 2 تا از کلت واکری که کلا چیز ضعیفیه. کلت واکر رو فقط میتونید توی رده 3 استفاده کنید، تو رده 4 اصلا به درد نمیخوره. ولی خب اون یکی تفنگ هنری کالیبر، یعنی اون یکی تفنگ دست من، واقعا چیز شاهکاریه. یعنی شما اگه ارتقاش بدید تا حداقل مثلا 500 تا 600 تا دمیج برسه، واقعا چیز شاهکاری میشه. تو رده 4 هم تا قبل از اینکه شما چرخنده رو به دست بیارید واقعا میتونه کمکتون کنه، چون من اوایل که چرخنده رو نداشتم با این رده 4 رو رد میکردم و به نظر من که خیلی چیز خوبیه. در کل رده 3 اینجوریه که شما هیچ وقت نمیتونید ازش در بیایید، یعنی کامل نمیتونید هیچ وقت ازش در بیاد. هنوز به اون یه تیکه معدن آهن نیاز دارید، یعنی شما باید معدن آهن رو برید تا بتونید شمشای دیگر رو بسازید، باید آهن داشته باشید تا بتونید شمشای دیگر رو بسازید. توی همین رده 4 هم فولاد ساختن میخواد آهن، میخواد 4 تا آهن خام، 4 تا هم کرومیت خام داره با هم قاطی میکنید و شمش فولاد میسازید. تو رده 5 هم نیاز آهن رو با نیکل قاطی کنید، تو رده 6 نیازه که آهن رو با تنگستن قاطی کنید، حالا رده 7 هم نمیدونم. ولی خب اینا لازمن همشون، که یعنی همشون نیاز به آهن دارن، باید آهن داشته باشید. و بهترین روش آهن جمع کردن اینه که شما پایگاه کوهستانی یه دور تخلیه کنید و چستای اونجا استفاده کنید برای آهن لوت زدن. یعنی آهن برید معدن آهنتون رو لوت بزنید و بیارید بریزید اونجا که اینونتوریتون دوباره خالی بشه و دوباره برید لوت بزنید. و اونجا هم فقط مثلا 1-2 تا ست با خودتون نیارید، انگار خونه دوم شماست. چند تا دست ست بیارید، چند مثلا 10 تا اینو حدودن سلاح بیارید، 100 تا اینو حدودن مثلا هیل بیارید با خودتون، چند تا کلنگ بیارید با خودتون، اونجا رو بکنید خونه دومتون. اگرم نخواستید که کامل پایگاه کوهستانی لوت بزنید، میتونید فقط با تاباس اولش تا بخشای اولش برید که بتونید مثلا از چستای اول استفاده کنید. ولی خب باید حواستونم به این باشه که وقتی اونجا لوت بزنید توی 7 روز تا زمانی که اون ریست بشه برید و اونا رو بردارید، چون اگه ریست بشه کل اونا از اونجا پاک میشه، یعنی هیچی نمیمونه. باید برید تا قبل از اینکه ریست بشه اونجا اونا رو بردارید، مثلا 4-5 ساعت مونده یا مثلا یه روز مونده دیگه حداقل برید و اونا رو بردارید، چون اگه ریست بشن همشون از بین میرن. در کل جنگل برفی افرا چیز زیاد خاصی نداره، یعنی اکثر پلیرها اینجا میان فقط به خاطر چوب افراش. بهترین جای رده 3 برای لوت زدن همون دریاچه کوهستانیه، چون تو دریاچه کوهستانی همه چی میتونی پیدا کنی، ولی تو جنگل برفی افرا فقط میتونی چوب پیدا کنی، توی ارتفاعات هم فقط سنگ میتونی پیدا کنی و این دوتا خیلی سختن. ولی دریاچه کوهستانی ممکن است همشون سخت‌تر باشه، ولی خب میصرفه، لوت خیلی بهتری به شما میده. ولی من پیشنهاد میکنم که برای زوفا به دریاچه جنگل نرید، برید به جنگل مرده، همون کارگران راه آهن، که بتونید بیشتر وسایل جمع کنید. و اینجا هم بعد از مدت‌ها برای من یه پلیر افتاد که بعد این انگار با کلی خوشحالی رفتم زدمش، ولی ناامید شدم ازش. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابو بزنید و تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.